آقا من خودم استقلالی ام، ولی بازی پرسپولیس رو با اسد سال 2018 وقتی می‌بینی با 10-11 تا بازیکن چقدر قشنگ میرن جلوی اسد بازی میکنن، خلق موقعیت میکنن، از داوری ایراد نمیگیرن. آیه روز به چشمی و امثال هم که داور این کاری کرد. آقا تو با یه تیم بازی کن، 2 تا 3 تا گل بزن، داور یکشو در میاره، بقیه‌اش چیکار میکنن؟ دنبال بهونه نباش، بازی تو کن. مرد حسابی استقلال تیم به این بزرگی دلش خوش کرد به مهرای مثل تو. پرسپولیس بازیشو میکنه بدون حاشیه. منم استقلالی هم دوست دارم استقلال خوب بازی کنه، از استقلال تعریف کنیم، ولی متاسفانه یه جوری شده که فقط نقد بهش وارده، فقط نقد. الان من پرسپولیس میبینم گل میزنم، پاسکاری میکنم، با همم هر کی هم هرچی میخواد بگن داور در آورد بازی رو. آقا موقعیتی باید باشه که داور در بیاره. آقا یه دونه داور در آورد، بقیه رو چی؟ نمیشه که همش دنبال بهونه. بذار رو بازیمون کار کنیم دیگه، این بهونه ها رو نمیاریم.